خب من رنگ زدنم اینجوریه که حالا زیاد بلدم نیستم، ولی خب چیکار کنم دیگه، مجبورم خودم بزنم. یه چند تا لوله هست، اینا رو برای این که من بخوام رنگ بزنم و این رنگ نیست، ضد زنگه. خب اول یه لایه اینجوری من روش میزنم، اینجوری که حالا بخواد فقط به اندازه روش رنگ بشه. خب بعد که خوش شد یه لایه دیگه مثلا روش میام. حالا نمیدونم این کاری که من دارم انجام میدم درست باشه یا غلط، دیگه بالاخره دارم رنگش میکنم. وای اینجوری. این لوله 6 متر لوله شیشه، به قطر شیشه، قطر شیشه، بعد ضخامت 2 میل، لوله سپاهان هم هست. اومدیم ما اینجا یه چند تا شاخک زدیم که بشینه توی زمین و این بالا یه حالت صفحه گذاشتیم، بعد روشم اینجوری اومدیم حالت قوس مانند دادیم که یه چیزی بیاد روی این. حالا اون چیزی که قراره بیاد روی اینو بعداً بهتون میگم چون الان زوده، و اگرم کسی فهمید خودش تو کامنت ها بنویسه. حاجی من اینا رو فقط کمرم داره خورد میشه، سخت رنگ زدن. آره خلاصه اینجوری ها، از مکانیکی به رنگ کردن و ساختمون و ببخشید دیگه این روزا من سرم شلوغه. خلاصه مطلب وقت نمی کنیم فیلم بذاریم زیاد، و اینکه در 2 روز یه بار یه شورت ویدیو میذارم، ویدیو بلند مدت. تا الان من نذاشتم، نه که نذاشتم، در رابطه با یه سری چیزا نذاشتم چون واقعا سرم شلوغه، وقت نمی کنم. حالا اگر کسی راهنمایی تونست بکنه در رابطه با ساختمون و اینا، حتما یه کمکی بهمون بکنه که ببینیم اوضاع به چه منوال پیش میره. راستی این همون دستشویی ما هست. خب ببینین اینو یکم سقفشو من کوتاه گرفتم، این هر آجر سفال 20 سانته، 20 سانت 20 سانت 20 سانت 20 سانت، سرجم میشه 80 سانت، و این جلو تا این سقف کلا بسته میشه و از این اتاق به اون پشت راه داره که حالا اگر ما بخوایم وسیله چیزی بذاریم بتونیم این کار رو انجام بدیم. و اینکه حالا من اومدم این سرویس بهداشتی ها رو یکم حالا ارتفاعشو یه جوری در نظر گرفتم، یه 10 سانت یا حالا 15 سانتی پایین‌تر در واقع گرفته بشه. خب یعنی موقعی که من در رو باز میکنم دمپایی چیزی گذاشته باشم گیر نکنه به دمپایی و ببرتش بچسبونه به این سینه دیواره. بتونیم راحت یه پله 10 سانتی 15 سانتی بیایم پایین‌تر و اون دمپایی رو به قولی پاون بکنیم و بریم داخل حموم یا سرویس بهداشتیمون. و فکر کنم اینجا یه تیغ دیواری میاد جلوتر، اینجا هم یه تیغ دیوار میاد جلوتر، یه در اینجا گذاشته میشه و به این صورت. حالا اشتباهی که من کردم اینه، من نیومدم حالا سقفشو به قولی کاذب کار کنم، اومدم سرامیک و حالا نبشی و سپری کار کردم. الان برای اینکه بخوام هالوژن کار کنم یا نورپردازی سقف به مشکل میخورم، نمیدونم شدنیه یا نه. میشه مثلا اینجا یه دونه کاور یو پی وی سی ها هست که میذارن داخلش، حالا یه فنی یه دونه هالوژنی چیزی انجام بدیم روی این ارتفاع 10 سانت آجره، یعنی از اینجا به پایین اینجا به پایین بیاد انجام بشه و نورپردازی حالا اون بند و بساطش بیاد بالای اون که بشه این یو پی وی سی یا کاذبه رو اینجا کار کنیم. اگرم نتونستیم کار کنیم که باید حالا لامپ رو یا اینجا توی دیوارا بذاریم. خیلی زشته، من نمیپسندم اینو. اگر کسی تونست راهنمایی کنه حتما به اون بگه. اینم خونه هست دیگه، یه شارژ باتریمون هم داره که تموم میشه. یه پنجره اینجا میخوره، یه دستشوی بیرون، یه حیاط هم اینجا، و این قسمتی هم که میبینین باید پر از مخلوط بشه و پر بشه. اینایی هم که میبینین اینجا من علامت زدم جای بخاریه که اون موقعی که ما ساختیم نمیدونستیم و شاید هم میدونستن، حالا محض احتیاط اینو گذاشتن.
چون دیگه الان توی نظام مهندسی جدید بخاری توی سالن نباید باشه و کلا پکیج و شما میتونی با شوفاژ حالا خونتو گرم کنی. سیستم گرمایش از کف داره دیگه، حالا پکیج رادیاتور داره. این قسمت هم که حالا آشپزخونه است، یه توضیح هم در مورد آشپزخونه بهتون بدم. تأسیسات اینجا کشیده میشه، این قسمت خروجی، اینی که اینجا نوره خروجی به قولی لوله فاضلابه و اینا هم که اومدن علامت زدن، مثلا نمیشه ظرفشور، اجاق، این نمیدونم دستخطش نمیتونم بخونم دیگه، مثلا یخچال اینجا اینا. ولی به هر حال من دکوراسیون داخلی میخوام انجام بدم و احتمالاً جای اینا عوض بشه. این قسمت هم خب این اجاقه فکر کنم درست نمیشه فقط، و اون قسمت هم که حالا به قولی شوفا، این چی بهش میگن، آب گرم کنه ما قرار میگیره یا پکیج رادیاتور ما. و به این صورت. و یه کار دیگه هم که حالا من میخوام انجام بدم، زیاد سر در نمیارم واقعا، اگر کسی میدونه بهم بگه اینا رو. ارتفاع خونه من 2.80 یعنی از اینجا 2.90 تا سقف، و من میخوام سقف رو چیز کار کنم، چی بهش میگن، سقف رو کناف کار کنم. آره سقف رو کناف کار کنم و یه چند تا تر کناف میخوام. حالا اگر کسی تونست برای من بفرست یا اگر کار میکنه، ببینین سقف کار میکنه برای من حتما راهنمایی کنه و بهم بگه که باید چیکار کنم. و اینکه حالا قسمت تیوی والش به قولی باید لوله رو از تو فکر کنم این قسمت رد بکنم که فرد اگر خواستم سیم تلویزیونی چیزی رد بکنم توی، البته این ور میشه فکر کنم تلویزیونی چیزی حالا سیماش رو رد کنیم زیاد شلوغ نشه، پشتش آویزون نباشه. و اینکه این کنافه رو حتما بهم بگین چقدر از ارتفاع کم میکنه. اگر 10 سانت باشه خیلی عالی میشه. کسایی هستن که باکس دور تا دور کار میکنن، این وسط خالی میشه و میشه حالا لوستری چیزی نصب کنی، اینجوری خیلی عالی میشه.